السلام. علیکم السلام و رحمت الله. من از ارسال حق خیلی تشکر میکنم. خودم و در مسجد اهل سنت هم میرم نماز میخونم. به خدا ما خیلی ناراحتیم که ما پیش با هم شیعه با هم مخلوط شدیم که یک مسجد داریم. این مسجد فقط روزهای عاشورا و تاسوعا، روزی که کسانی که مرده میشوند این مسجد روز جمعه خطبه برگزار نمیشود و از آنها که به طور دستگاه ها خوانده میشود و هیچ اهل سنت با علماهای اهل شیعه هستن که با علمای اهل شیعه را گوش میکنه، به اهل سنت اصلا تقاعد خودش نمیکنه، که اصلا این حرفایشون خیلی توهین‌آمیز برای ما خیلی ناراحت میشویم که به اهل شیعه سخنانشون گوش میکنیم. و من آرزویی که برادران اهل سنت از کشور ایران در روستاهای مرزی ایران هستند که از خیلی در طرف شما دعا میخوام که برایشون دعا کنید انشالله برگردن به راه حق، برگردن طرف قرآن و نماز و مسخره نکنن و روز خطبه را مسخره نکنن و نگوین خطبه اینجوری. ما دو نفر هستیم که به نماز خطبه می رویم، اما از مردم ما را مسخره میکنه و حالت سجده و رکوع رفتن رو ما را مسخره میکنه. به خدا از اینا خیلی ناراحتیم که دعا میکنیم از کوچ کنیم به یه شهر دیگه بریم که باز اهل سنت باشد. ما خیلی ناراحت شده ایم. از شما خواهش مندم این صدای مرا پخش شود که به گوش آنها برسن و به گوش مردمان دیگه برسن که چجوری باید راه خدا را به چرا به میزنن، چرا به عمر، ابوبکر، عثمان توهین میزنن، چرا اینا چه گناهی کردن که ما بینا توهین میزنن؟ اینا ما کافر بودن؟ نه، به اهل شیعه فریب علمای شیعه میخوریم، اونها ما را فریب میدن که ما به اینها توهین کنیم. دیگه یک امری ندارن. شما را به الله یک می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا نگهدار شما برادر عزیز و بزرگوار.